یادته یه سری عادت‌های خوب می‌خواستی تو خودت ایجاد کنی؟ یادت اومد که آقا از فردا من میخوام زبان یاد بگیرم، از فردا میخوام کتاب بخونم، از فردا میخوام صبح زود بیدار شم، از فردا میخوام هدفامو دنبال کنم، دنبال برنامه‌ها باشم، تنبلی رو بذارم کنار. خب یه سری عادت‌های خوب می‌خواستی در خود ایجاد کنی. تا چند روز اول موفق شدی ولی بعد ولش کردی. اگه اون عادت‌های خوب تا به الان در تو بود، لازم تصور کن چقدر کیفیت زندگیت بهتر میشد. و یه سری عادت‌های بدم یادت هست می‌خواستی بذاری کنار و ترک کنی که آقا از فردا من دیگه سیگار نمی‌کشم، از فردا پرخوری رو میذارم کنار، از فردا رژیم میگیرم، از فردا صبح زود بیدار میشم، از فردا دیگه تا دیر وقت نمیخوابم. خب این عادت‌های بدم تا چند روز تونستی بذاری کنار، ولی بعد دوباره افتادی تو همون چرخه گذشته، چرخه عادت‌های بد. اگه اون عادت‌های بد رو تا به امروز نمی داشتی، چقدر حالت بهتر بود، چقدر کیفیت زندگیت بهتر میشد. میدونی چه؟ ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد به زور و اجبار نمیشه، جواب نمیده. نیاز به آگاهی داره و تقویت اراده، همون چیزی که ما قراره در دوره تغییر عادت‌ها در موردش صحبت کنیم و راهکار بدیم و کار بکنیم. خیلی فرصت نمونده، دایرکت به این پیام بزن. مرسی.